ببینید مثلا بعد از حوادث 4 سپتامبر سال گذشته و همینطور بعد از ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حادثه های مربوط به آن، تقریبا ما میبینیم که در آغاز سال 2016 و تا امروز خب بعضی از فشارهای بین المللی بالای حکومت تاجیکستان زیاد شد و اخیرا هم نماینده ویژه سازمان ملل متحد به تاجیکستان آمد و در نشست خبری که داشت اعلان کرد که وضع آزادی بیان در تاجیکستان بسیار نگران کننده است و همچنین به حکومت توصیه داد که از همه پرسیه که در نظر است ماه می سال جاری برگزار شد و پی آن تغییرات به قانون اساسی تاجیکستان وارد شد دست کشد و همچنین محبوسان سیاسی در تاجیکستان رها کرده شد. و ما می‌بینیم که اپوزیسیون بیرون از نظام تاجیکستان هم در خارج از کشور خب به هر حال شکل میگیرن و فعالتر شدن. از نظر شما اگر فضا یا وضعیت همینطور دوام کند، وضع رسانه ها در این چند سال نزدیک چی می شود؟ اول اینکه واقعا یکی از ویژگی های حکومت فعلی تاجیکستان همین است که در برابر تقریبا همه گونه فشارهای بیگانه بنابر سابقه خیلی دراز در حکومت بودن ایمونیتت پیدا کرده است. یعنی خود شخصیت رئیس جمهور با اینکه سیاستمدار صاحب تجربه شد، با تیمی که در اطراف او موجود است، خوب شروع از دستگاه اجراییه تا وزارت کارهای داخلی، این نفران هستند که به همه گونه فشارهای بین المللی میتونند با این یا اون شیوه جواب گویند یا اونها را ضرر اونها را کمتر کنند. ولی واقعیت این است که واقعا فشار بین المللی سر تاجیکستان تا شام دیروز تا ظهر دیروز 9 مارس نبود. این از ویژگی های سیاستی خارجی و داخلی تاجیکستان نبود. همچنین عامل به حیث این نبود. ببینید حتی بعد از مراجعت حزب نهضت اسلام با چندین سازمان ها بعد از اکستریمیستی اعلان شدنی اون، حتی کشورهایی که کفیل سازشنامه صلح سازشنامه استقرار صلح بودن، اونها در این باره بیانیه های پخش نکردن، اونها در این باره رسما اظهار نظر نکردن. یعنی اونها یک گونه تایم اوت گرفتن برای که ببینن که واقعا اینجا چی میگذرد. و واقعا در این دوره وضع تدریجا دیگر شد و یعنی که مسائل امنیتی با مهمتر برای حکومت نمودند و متاسفانه باز هم با اینکه تشبث در محیط سیاسی به دست نهادهای قدرتی بود، کارهایی شدن که برای حکومت اصلا هیچ ضرورت نداشتن. ببینید شکنجه کردن بازداشت شده ها، حتی رذیل‌ترین تروریست، برای حکومت اصلا هیچ ضرورت ندارد، چون در شمار میلیسه های تاجیک و امنیتی های تاجیک نفران کذبی حالا هم هستند که توانند خواسته های آنها را از تروریست و گمانبر شده ها و دیگرها برآورده کنند. هیچ ضرورتی لط و کوب کردن ده ها و صدها آدم ها نبود. هیچ ضرورتی بازداشتن چندین نفر برادران و زنان و خواهران و مادران و کودکان آنها وجود نبود، چون این همه در نظر مردم می نماید که قانونیت دیگر وجود ندارد. ببینید جزای اولادی، واژه جزای اولادی پیدا شد. این البته از چی میگه؟ از فضای ترس. نفرهای واقعا میخواهند که کارشان از طریق ترس از نهادهای قدرتی بالای مردم بار کنند. این مردم در طول تاریخ همین قدر ترسیده است که فکر نمی‌کنم که با این راه اونها را ترسانیده شود. در 1.5 سال پیش در سوریه تقریبا کمتر از 400 نفر تاجیکستانیان بودند. حالا اکنون بیش از 1400 نفر. اگر فشار آوری و لطوکو، شکنجه، کار گرفتن از اصولهای غیر قانونی نتیجه میداد، مگر تعدادی به سوریه رفته یا به این مقدار 3 مراتب زیادتر میشد، 3-4 مراتب. یعنی این راه حل مسئله نیست. در همین وضع ما می‌خواستم بگم بله، اکنون رسانه‌های تاجیکستان در این وضع چی کار کرده میتونن؟ رسانه‌های تاجیکستان حالا به حیث اینستیتوتی جامعه شهروندی، اونها هم باز هم می‌بازن نقش فیلتری انتظاری های مردم از حکومت و انتظاری های حکومت از مردم را، همون تعریفی که واقعا از جامعه شهروندی تعریفی کلاسیکی وجود دارد.
همین نقش فکر میکنم همین گونه مغزگیری سازنده است و اون هم شرطی بسته نشدن و پاش نخوردن این اینستیتوت ها می باشد. چون فکر میکنم که رسانه ها باید امروز انتظاری های مردم رو به حکومت فعلی، به حکومت اجراییه که کلی شاخه‌های دیگری حکومت را زیر تصرف خود در آورده است باید رساند و هم انتظاری های حکومت را به مردم. همین است اون نقشه که اونها داشته میتوان. ولی از چند سبب های دیگری هستند که شمار رسانه های تاجیک را کم خواهد کرد و صفت آنها را تغییر خواهد داد. خب اول گفتیم که این انقلاب تکنولوژیکی حالا هست. من فکر میکنم که حالا بعد تقریبا از 2 سال حداقل 70-80% رسانه‌های تاجیکستان بسته میشوند و یا با تیراژ میبرند که به نهایت ناچیز خواهد. منظورتان رسانه‌های چاپی بله، است؟ من رسانه‌های چاپی در نظر دارم، مطبوعاتی دوری. خب دیگر آیا برای رشدی بسیار رسانه‌ای که حالا ترند اساسی حساب میشوند، برای فرض کردیم یک رسانه مثل آزادگان بودجه علاوه‌ای لازم است حدودی فرض مثال 36-48 هزار دلار برای 1 سال. ولی آیا سرمایه گذاری آزادگان که از حساب مبلغ‌های خود این کار رو میکند، خب آیا آماده است این کار رو بکند؟ فکر میکنم که براش بسیار مسئله مشکل هست. بنده هم که هستم، آیا من فکر میکنم که آیا برای نگاه داشتن یک بخش روسی رسانه که تقریبا از 16 یا 18 هزار دلار لازم است، آیا ما اینو مصرف کنیم یا نه؟ آیا برای تقویت دادن بسیار رسانه‌ای ما اختصاص بدیم یک بودجه 36-40 هزار دلاری یا نه؟ این همه وابسته است از اون که این مردم آیا باز هم این رسالت خود را میخواهند دوام بدهند یا نه. و اگر جامعه تاجیکستان واقعا اون قشر بیداری آن خواهند که این اینستیتوت ها حفظ شوند، باید با این رسانه ها باشند. از اون که اینها با قیمت 2 سوم یک رسانه میخرن، برای یک نفر شاید هیچی نیست، ولی برای یک نفر ناشیر، برای یک نفر صاحب رسانه این مسئله خیلی هم مهم است. من فکر میکنم که البته تهدید و خطرهای بسته شوی در حال حاضر وجود دارند. واقعا اگر حزبی باشه های جنگی در اطراف رئیس جمهور اگر غلبه کنند، خب خیلی رسانه ها تدریجا در میان 2 سال نزدیک 3 سال نزدیک از بین می روند و اینجا میموند همون رسانه هایی که حتی کلشون نمیدونم تقریبا با 250 هزار نشریه های دوری حکومتی چاپ میشوند، ولی جمع اونها نمیتونند 500 دانه در بازار آزاد فروشند. خب میشود همین ها میشود کره شمالی. ولی اگر واقعا اونهایی که طرفدار رشد ملی هستند، حفظ ثبات و رشد ملی دولتداری تاجیکان هستند، اگر این حزب رشد غلبه کنن اطراف رئیس جمهور، پس فکر میکنم که رسانه ها تقویت خواهند یافت. ولی خیلی هم مهم است که حالا دیگر همه در تاجیکستان بدونن که تقریبا شروع از سال 2009 دیگر سازمان های بین المللی برای نشریه های خصوصی و تاجیکستان اینها پول نمیدهند. اون زمانی که واقعا این محیط روسی بود، اونها آزمون ها هم برگزار میکردند، مبلغ های حدودی 1 میلیون دلار هر سال اختصاص میدادند، ولی حالا نیستن. چرا؟ چون که رسانه های تاجیکستان، خاصه امروز 10 گانه رسانه های مستقل تاجیکستان، اینها رسانه های هستند که از در هیرارخی مستقلیت ها آنها مستقلند، از حکومت تاجیکستان دورند، یعنی مستقلند، از رکلام دهندگان بزرگ دورند، از اصحاب سیاسی کنارگیری میکنند، از شخصیت های سیاسی قدرت طلب دوری میجویند. یعنی اونها واقعا یک اینستیتوت هایی هستند که مستقلیت خود را تا جای حفظ میکنند و برای رشد ملی ما واقعا یکی از شرط های اساسی است که آزادی بیان تأمین باشد. من فکر میکنم که تاجیکان اصلا به آزادی بیان نمیتوانند، ولی اگر واقعا در حزب باشه های جنگی
غلبه کنند و رسانه ها تاجیک از بین بیروند، من مطمئنا میتوانم گفت که در یک 5-6 ماه بعد از بین رفتن اونها، بار اول در تاجیکستان ژورنالیستیک و ادبیات مقاومت پیدا خواهد شد. مخالفینی بیرون از نظام که حالا اصلا در خارج به سر میبرند، در اختیار خود حدود 70-100 نفر از مغزهای بهترین تاجیک را در اختیار خواهد هست که با اختصاص دادن بودجه های کمتری میتوانند نیروی اکثریت اونها را بر ضد حکومت فعلی استفاده برند و گروه های هم میتوانند، گروه های ارتجاعی هم از چندی از اونها استفاده کنند که فکر میکنم کاری خوب نیست. یعنی وضعی که امروز با وجود آمده است و همونطور که شما میگید اگر حزب باشه های جنگلی پیروز شود، جنگی پیروز شود، این به منفعت دولت داری ملی ما نیست و همینطور به منفعت همین حکومت هم نیست. بله. اما وقتی که زمانی که ما و شما درباره این وضع صحبت میکنیم، بعضی از منتقدان رسانه ها میگن که وضع در داخل رسانه ها بسیار خوب نیست. بعضی از منتقدان میگن که یک گروه صاحب رسانه های ما نفران معامله‌گر هستند که یا با مقامات معامله میکنن یا اینکه هدف های تجارتی و سیاسی و اجتماعی خود را وارد فعالیت کسبی رسانه هاشون میکنن و همینطور خب فعالیت کسبی رسانه ها خللدار میشن. به این چی نظر دارید؟ من فکر میکنم که البته این در رسانه هم آدمان کار میکنن. این آدمان از همون گوشه و کنار همین دیار هستن که ما و شما هستیم و طبیعی است که همین محیط نمیتواند با اونها تأثیر نرساند. متاسفانه در نظام تاجیکستان در همین طرز دولتداری که ما حالا داریم، امتیاز طلبی و امتیاز دادن یکی از ویژگی های حکومت است. یعنی حکومت با گروه های با قشرهای معین بازی های میکند و البته فرض مثال گروه از صاحب رسانه ها را همراه رئیس جمهور با سفر میبرند، گروه دیگرها را دور نگاه میدارند. یک گروه را با جشن نوروز دعوت میکنن، گروهی دیگر را دعوت نمیکنن. یک شخصیتی اگر از اونها انتقاد کرد با چاره‌بینای حکومتی دعوت نمیکنند و این یکی از سیاست های حکومتی فعلی شده. سیاست درست است یا نادرست؟ کلا نادرست است، چون من فکر میکنم که اگر ما یک ملتی واحدیم، اگر واقعا این دولتداری ملی تاجیکان است، پس بهترین های مناسبت با همه باید در دایره قانون و اخلاق صورت بگیرد، نه در دایره امتیاز دادن و به خود نزدیک و به خود از خود دور کردن. خب البته منقدان خوبتر میدانند که کدام از صاحب رسانه ها و یا ردکسی ها چگونه سیاست ردکسیونی دارند، چه عامل های به اونها تأثیر میرساند، ولی فکر میکنم که تقریبا هیچ کاری را برای یک مهلت بردوام از خواننده و منقدان پنهان کرده نمیشه. مثلا یکی از نقطه نظرهای این منتقدان این است که اکثر صاحب رسانه های ما از حساب فعالیت رسانه‌ای صاحب دارایی‌ها شدن، صاحب خانه و بستانسراها شدن، اما خب در پرداخت حق مزد کارگران خود تأخیر میکنند یا همینطور برای کارگران خود حق مزد بسیار ناچیز میدهند. بله. خب ببینید مسئله اصلا فوند معاش ژورنالیستی یکی از مسائل مهم است برای ژورنالیسم تاجیک و من واقعا از روزی که صاحب رسانه شدم در این مسئله نگاه ما همیشه دیگر بود و نگاه ما این بود که باید این مردم معاش مناسب داشته باشند. همین بود که من در سال اول برای تأسیس نگاه خوب در یاد دارم که 43600 دلار خرج کردم از حساب سرمایه گذاری های خود و حالا هم هر سال تقریبا یکی از دادرهایم که حالا هم خانه ندارد واقعا از من یک مرتبه هم انتقاد کرد که اکا شما پولی حداقل 13 منزل در دوشنبه رو برای رسانه هاتون صرف کردید در طول این 8-10 سال و من اصلا نمیتونم درباره اونها گویم که واقعا
صاحب قصر و کشک‌ها شدن، چون همین گونه ها رو نمیدانم. واقعا من میدونم که البته یک خانه های ساختند، یک منزل های دارن. واقعا در میان ژورنالیستان تاجیک نفرایی هستند که ژورنالیسم برای اونها تجارت است، اونها رسانه های تجارتی دارند و این برای اونها این بیزنس است. ولی در بخشی نشریه ها و رسانه های اطلاعات سیاسی تقریبا این گونه آدم ها نیستند. اینها تقریبا همان نفرهایند که برعکس خیلی از کشورهای دیگری پهنای شوروی، شروع از گرجستان تا اوکراین، کشورهای ساحلی بالتیک، قزاقستان و حتی قرقیزستان همسایه، رسانه ها رو نه گروه های مالی صناعتی سازمان دادن، بلکه خود ژورنالیستان و یا نفرهایی که یا هدفهای سیاسی دارن یا هدفهای مثل بنده معارف پرورانه. و البته این مردم میتوانند یک گونه کارهایی داشته باشند که شاید با گروهی از ژورنالیستان یا حتی با کلی ژورنالیستان پسند نآید. ولی این محیط بازار اقتصادی بازاری همین گونه است. من فکر میکنم که در تا سال 2013 قیمتی میانه معاش ژورنالیستان اصلا تدریجا هر سال بالا میرفت، ولی با بد شدن وضع سیاسی اون البته پایان رفت و این البته نگران کننده است. همین بود که در دایره این چاره‌بینی هایی که واقعا بعد از انجمن اتفاق ژورنالیستان پیشنهاد شد، از پیشنهادهای نگاه هم یکیش از همین بود که باید در این مسئله حکومت بازنگری های داشته باشد و رسانه ها رو باید حداقل برای 3 سال از تعطیل انداز بدهد و برای هر یک جای کاری نوی که در ژورنالیستیک آفریده می شود حداقل برای 2 یا 3 سال از اندازها آزاد کند و یک قطار نامگوی چاره‌بینی های دیگری که واقعا جای کار آفرینی در همین بخش را مهم می کنند. شما مثلا با اینکه 10 سال از در بازار رسانه ها صاحب رسانه هستید، میتونید بگید که رسانه های شما خودکفا شدن یا شما صاحب از رسانه های خود مثلا ثروت به دست آوردید؟ من فکر میکنم که من بارها هم حساب کردم به حیث یک نفری پراگماتیک که من در طول این سالها هیچگاه نانخور ژورنالیستیک نبودم. نانده بودید؟ من نمیتونم بگویم که نانده بودم، از نگاه اخلاقی نمیخوام اینو گفتن، ولی نبودم. هرچند بعضا میشنوم خیلی از سر و صداها رو که دوست این کرد و آن کرد و در برابری وقتی از نام من سخن میگویند از 10,000 و 20,000 و 50,000 دلار کم سخن نمیگویند. من فکر میکنم که البته این محیط دارد بعضی از عامل هایی که اونها رو نمیشود عامل های سازنده و یا اخلاقی نامید. اینو حواله میکنیم به خودی اونها. رسانه های من در مجموع اصلا بعضی از سالها خودکفا بودند و بعضی از سالها برعکس ضرری مالی میارند، ولی گروهی رسانه های ما یک در میان رسانه های تاجیکی یکی از رسانه که ما مال های گوناگون اطلاعاتی شروع از مانیتورینگ، کانسالتینگ استراتژی، مشورت های رکلام و مطلب های خوبی ترغیباتی، تحقیقات های ژورنالیستی و چندین نامگوی مال های اطلاعاتی پولتی پیشنهاد میکنیم که اونها اساسی رشد ما را تأمین میکنند. ولی فکر میکنم که در 2 سال نزدیک فایده گرفتن از محیط رسانه، فایده پولی گرفتن ناممکن است، ولی من آمادم این رسانه رو مبلغ گذاری کنم، چون در دایره ارزش های معارف پرورانه که من از آنها پشتیبانی میکنم و شاید حتی به همین وسیله از خودم شخصیت میسازم یا یک نفری که اهمیت دارد در همین زندگی، من آمادم که این خرج ها رو دوام دهید. خب در همین وضع ناجور سیاسی و اقتصادی که وجود دارد و ما هم داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، مثلا جامعه از ژورنالیستان و از رسانه های ما طلبات دیگر دارد، چیزی بیشتر میخواهد، اطلاعات بیشتر میخواهد، مثلا موضع گیری در برابر مسائل مهم سیاسی
و استراتژی دولت میخواهد، آیا همین طلب جامعه وابسته به همین وضع منطقی هست یا نه؟ من فکر نمی کنم که واقعا جامعه ما همچون فرمایش اجتماعی داشته باشد. ببینید جامعه ما خب به هر حال بعضی نفرای آگاه بله تقاضا دارند. بله من فکر میکنم که متاسفانه در ملت ما همچنین شده که تعداد آگاهان شاید کمتر از 2000 نفر باشد. بله این بهای من است، مرا ببخشند مردم، ولی فکر میکنم که تعداد آگاهان و آنهایی که با مسئله های ملت سازی، دولتداری ملی، برای حفظ حقوق انسان، حفظ آزادی بیان آمادن کار را بکنن به نهایت کمند. و ببینید که همین تعداد کمی فروخته شدن نشریه ها خود گواه همین است که واقعا همین گونه طلبات نیست. بعضا حداقل در 4 ماه اخیر من نه کمتر از 40 مرتبه شنیدم که آیا شما نمیترسید؟ آیا شما نمیترسید؟ من این رو از نفرهایی میشنوم که اصلا فکر میکنم باید احساسی ترس در اونها باشه و من همیشه جواب میدم که ما میترسیم، ولی ارزش ها رو بالاتر از همین ترس میدانیم. ما فکر میکنیم که یک گروهی رسانه‌ای دولت سالار یا گروهی رسانه‌ای که میخواد از ارزش های همین جامعه حفظ کند، اون باید همین گونه باشد. اگر ما حالا با سبب کمبود مالی تقدیری بخارای شریف را تکرار کنیم، پس فکر میکنم که ما چی ملتی هستیم و چی فردهایی. برای همین فکر میکنم که واقعا همین گونه فرمایش اجتماعی از مردم ما بنابر پس بودن معرفت سیاسی و بنابر محیطی بسیار تنگ سیاسی که در آن ترس حالا عامل اساسی است، همین گونه فرمایش اجتماعی از رسانه ها نیست. اگر شما تقریبا نمیدونم 1000 نفر از زنان و پدران بالاتر از 50 ساله، مادران و پدران و باباهای ما را بپرسید که آیا شما میخواهید که نگاه و آزادگان و ایشا پلس و نمیدونم اوستا بسته شوند تا ضرری به همون 3 یا 5 یا 10 نفر ژورنالیست نرسد؟ اکثریت کلی اونها میگویند که بگذار اینها نباشند ولی همین مردم صحت بمانند یا حداقل تو کوب نشوند. درست است. البته این بستگی دارد به نظام رسانه‌ای تاجیکستان و بیشتر بستگی دارد به نظام سیاسی. ولی ببینید که مثلا یکی از عامل‌های اساسی و کلیدی در مسئله رشد رسانه، رشد آزادی بیان این است که دولت یعنی حکومت در اختیار خود بسیار رسانه‌های زیادی دارد. ما اگر برگردیم به نظریه ژورنالیسم، بر نظریه آزادی بیان، اساسی ترین عنصر نظریه آزادی بیان این است که رسانه ها باید از حاکمیت اجرایی آزاد باشند. بله. اما در ما وضع مثل است که ما و شما میبینیم. بله. و همین در طور ما بنابر تفکری کمونیستی داشتنی ایدئولوژی های حکومتی و خود مرکزهای قبول قرار هیچ گاهی نمیخوان که آزادی بیان تامین باشد. برعکس مغول ها که قانون مطبوعاتشون عبارت از 4 جمله، از 4 ماده و 6 جمله است و در هر ناحیه مغولستان حداقل 5-6 تلویزیون رقمی وجود دارد. و هم ببینید که افغانستان جنگ زده امروز تلویزیون طلوع مرزهای تاجیکی را تسخیر کرده، نقشی در زبان سازی و در حفظ ارزش ها در تاجیکستان دارد بالاتر از کل همه رسانه‌های حکومت. همینطور این مقدمه که من گفتم برمیگردد به نظام تلویزیون در تاجیکستان. بله. شما از نظام تلویزیون که حالا در ما شکل گرفته است و عمدتاً موقع های حکومت، اهداف حکومت همین تلویزیون ها تبلیغ میکنه و تا یک اندازه حکومت به مردم معرفی میکنن، راضی هستید یا نه؟ نه، من فکر میکنم که من بسیار شرم میدارم. اصلا من از به حیث نفری 9 سال در مهاجرتی کاری بودم و دانشجو بودم و در برابری قوم های دیگر از تاجیکان معرفی میکردم. کوشش میکردم که با
شناسایی با یک نفر تاجیک مردمان بیگانه افتخار کنند و خود تعریف کنی هم نشد تاجیک موفق هم بودن و دوستان زیادی هم از ملت های گوناگون دارم که اصلا اونها اینتלקتوال های از ملت های دیگر هستند ولی من همچون تاجیک از تلویزیون های تاجیکستان شرم میکنم من شرم میدارم که بناگاه نمیدونم عربی بسیار توجه کند و اون گفته های بخش برنامه عربی تلویزیون تاجیکستان رو بشنوه یا خدای نکرده روسه بیشتر از 2 دقیقه توجه کند و برنامه ناوستی شبکه‌ای اول را گوش کند و این تلویزیون واقعا باعث شرمندگی ماست و هم بیانگوی آن که تا کجا سیاست کدری و سیاست ایدئولوژی حکومت ضعف دارد تا کجا حکومت فعلی آماده نیست که ظرفیت های عقلانی این ملت در خدمتی حکومت و دولتداری ملی تاجیکستان باشد متاسفانه من فکر میکنم که تلویزیون تاجیکستان اصلا برای یک کس برنامه تهیه میکند و ببینید که این شاید یگانه تلویزیون در دنیاست که سیتکه تلویزیونی ندارد هر برنامه را که خواهند از هر کجای آن قطع میکنن و سببش هم معلوم یا این نفر زنگ زده است یا اون نفر یا لباس کسی معقول نشده است یا گفته کسی و همه اینها باعث شده که ما واقعا یک تلویزیونی بسیار داریم که آن اصلا جای شرمندگی است. آقای سیم‌الدین ما فکر میکنم که صحبتی که داشتیم تا اندازه توانستیم روی اساسی ترین مشکلات محیط رسانه‌ای تاجیکستان صحبت کنیم و امیدوار هستیم و امید میکنیم که در تاجیکستان محیط سالمی رسانه‌ای شکل بگیره و فرهنگ سالمی رسانه‌ای به وجود بیاید که رسانه‌ها همچون نهاد اجتماعی همچون انستیتوت‌های ملی تاثیرگذار بتوانند در مرحله گزارشی که ما قرار داریم در شکلگیری دولت ملی در تشکل ملت سازی ما نقش سازنده و درست داشته باشند. با عنوان آخرین مثال من میخواستم بگم که شما از ژورنالیستان تاجیک میتوانید 5 نفر ژورنالیستی قوی تاجیک را نامبر کنید اگر امکان باشد با نام‌هاش. ببینید اولا که من از فرصت استفاده بودم میخوام کل ژورنالیستان تاجیک را با مناسبت ایدی کسبی و ایدی مطبوعات مبارکباد گویم چون واقعا اگر ما از ملت های هستیم که اصلا نهاد سازی از جنبه های قوی ما نیست متاسفانه ما همیشه با فردها تکیه میکنیم که این یکی از ضعف های ماست تکیه به اینستیتوت ها ملت ها و دولت ها را موفق میکند بنابراین باید تکیه بر روی اینستیتوت ها و نهاد ها باشد نه روی شخصیت ها چون شخصیت ها می آیند می روند ولی باید نهاد ها آفریده شوند متاسفانه در جامعه و دولتی ما همچنین حالا نیست ولی نوابسته به این فکر میکنم در همین محیطی که ما داریم با این همه محدودیت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و روانی که وجود دارند این که تقریبا 60-80 نفر زحمت میکشند و مطبوعات ملی میسازند این کار شایسته تحسین است بله. و هر یک این نفرها را باید واقعا تبریک گفت و اکثریت اونها برای من واقعا قهرمانند ما اصلا چون در تاجیکستان فرهنگ قدر کردن در سالهای شوروی تقریبا از بین رفت ولی فکر میکنم که اینها که یک مرتبه زندگی میکنند و شما میبینید که 15 20 30 40 سال حیاتشان را به ژورنالیسم میبخشند و اینا واقعا برای من نفرهای قهرمان من نمیخواستم از 5 اونها نام ببرم چون نمیتوانم از 50 یا 500 اونها نام ببرم چون اینها واقعا تعدادی این گونه مردم به نهایت کمند ولی اکثریت اونها برای من قهرمان هایند من فکر میکنم که اونها باید قدردانی شد و حتی امید هم دارم که حالا همین جشن 25 سالگی استقلال که ما داریم واقعا همون گونه که جشن 100 سالگی مطبوعات توانست با یک قله
مناسبت های بین حکومت و مطبوعات گشت و تا جای حتی گروه بندی به حکومتی و غیر حکومتی از بین رفت. امید دارم که این 25 سالگی استقلالیت شانس خوبی است برای حکومت و جامعه ژورنالیستی تاجیکستان که همدیگر را خوبتر بشناسند، بفهمند و کوشش های عمومی داشته باشند در حل مسائل ملی، چون کلی مسائل ملی کوشش های عمومی ملی را تقاضا میکنند. 1 2 یا 3 یا 5 نفر نمیتوانند ملت سازی و دولت سازی کنند. این جامعه ماست، ما با هر یکی ما باید در اون تلاش داشته باشیم. ما هم با همین امیدی که شما به او اعتماد دارید به صحبت خود خاتمه میدهیم و امیدوار هستیم که واقعا حکومت به این تفکر به این پندار برسد که از رسانه ها با عنوان نهاد ملی استقبال کنند. تشکر.